سلام، من ریحانه افری هستم، یومیوتراپ و اسکینکیر. خیلی از دوستان تقاضا داشتن که راجع به ماساژی که ما اینجا انجام میدیم و تفاوتش با دیگر ماساژها براتون یه توضیحاتی بدم. شما جزو اون دسته از افرادی هستین که مشکلاتی در نشستن، راه رفتن، ایستادن دارین. یومیوتراپی خیلی میتونه بهتون کمک کنه. منظورم این نیست که این ماساژ فقط مخصوص آدمای کم تحرکه. آدمای فعال هم میتونن از این ماساژ استفاده کنن. بخوام خلاصه براتون بگم، این ماساژ به اصلاح فرم بدن، تکنیک های این ماساژ برای درمان تنگی کانال نخاعی، اسپاسم عضلات، دیسک، انحراف لگن، کایفوز، اسکلیوز و خیلی از مشکلات ساختاری بدن. در جلسه چند تا تکنیک برای رفع مشکل مراجعه کننده عزیز. جلسات مربوط به این ماساژ از 60 دقیقه به بالا، بستگی به کار بدنی و شرایط مراجعه کننده. ما چند تا نکته مهم که تفاوت دیگر ماساژ مشخص می‌کنه. یکی اینکه چون در ماساژ یومیو ما به لایه‌های عمقی عضله باید نفوذ بکنیم، از روغن استفاده نمی‌کنیم و ترجیحاً برای مراجعه کننده عزیزمون از روی لباس کار می‌کنیم که بتونیم فشار لازمه رو برای بیمار وارد کنیم. با روغن فشار روی سطح عضله انجام میشه و بازخوردی که ما انتظار داریم انجام میدن. به دوستان عزیز که حتما یه بار ماساژ یومیو رو دریافت کنید که تفاوتش با دیگر ماساژ متوجه بشید که اصلا ماساژ واقعی چیه. ماساژ باید چیزی باشه که یه ماندگاری اساسی برای بدن شما داشته باشه، نه اینکه لحظه‌ای و توی یه تایم کوتاه یه بازخورد خوب بهتون بده. این کار برای شما میکنه و شما رو به یک رضایتمندی خیلی ایدئال. خیلی خوشحال میشم اگه کلینیک گرین ماساژ رو برای دریافت ماساژ انتخاب بکنید. هم لاین آقایون داریم و هم لاین خانم ها. ممنون از شما و وقتی که گذاشتید بابت نگاه کردن این کلیپ.